شیری ترین شکلات ممکنه بازار رو با هم مقایسه کنید. البته شکلات هایی که میلکیه اومدیم ما هم مقایسه کنیم. میلکی توی فیلم های چیز میدونی که خیلی بریم بیا شکسته قهنده اون نرد بالا یه شیری نه همه فستا اینو پرد کنم واه واه چی بالا میمونه تورا میمونی میخوریم برکنیم لبیش کنیم لبیش کنیم یا والا بده من همیزه درود دوستان جان عزیز برگشتیم و یه بخور دیگه یه سری شکلات برام تدارک شکلات شیری های everybody با یه بخور دیگه با شما هستیم اومدیم که شکلاتایی تست کنیم همونجور که مزه گفت اطلاعی ندارم قراره پشت صحنه‌مون بدن ما مقایسه کنیم بافت مزه بسته‌بندی تشکیلات دما تشکیلات که نه بسته بندی شکل و بافت مزه و چیز ارزش خرید آفرین مرسی از پشت صحنه آروم شکست بچه‌ها تا آخر ویدیو حتما همراه باشید از یه برند خیلی معروف هم داریم. اولین برند که می‌خوایم چیه؟ نستله نظری چقدر قشنگی نستله تویی که چقدر درنگی نستله میلک چاکلت نستله قهنده اون نرد بالا من که میدونی عاشق شکلات بچه‌ها من هم پاستیل خیلی دوست دارم فقط بچگیدم با شکلات تا اینا منم بازش کردم مثلا چیزی شبیه علا میمونه مثلا شبیه مثلا یه هتلی که میخوای بری با یکی بهش این شکلات هدیه بدی چرا هتل بری چون شکلات شیریه چیزای ولنتاین من خوب نیست شکلاتایی که آره کمتر حرف بزن میشه بخور آره چقدر خوب جدا میشه چقدر خوبه یه مربع خب میمیری قند میگیری میمیری اوه چه بوی میده بو شیری خوبی میده احساس کنم تو شیری رفت دهنم دوست داری هم اقدر چلب چلوب نکن آخه شکلات میگه که اصل خوردن شکلات اینه که بذاری تو دهنت آب بشه رو زبونت بهترین طعم و آروما طعم رو بگیره بعد آروما چی ما؟ آروما خیلی پارافینیه بعد من آب نمیشه خیلی من همه جویش من جوری نم رفتم اون شد اما مرز خنده و قلبون خوشمزه است این 680 گرم حدودا معادل $1.80 $2 $2 میشه چند تومن الان؟ $2 الان میشه 400,000 تومان نستله بچه‌ها خوشمزه است نستله برندی که ایران هم هست بعد این چیه که دوتا اسم زده اس نزده روش این چی خب موج زده روش ببین موج ببین طعمش دیگه حالت شکلات شیر تو چرا برگشت به اصالت چی شدی؟ میریم برای امتیازدهی ما یه شخصی داریم به نام دیگه اسمش رو تو کامنت ها بنویسید حتما برامون شما یه اسم انگار یه نوزادی تازه از رحم اومده است یه اسمش بدنیم به چرا این که با این هیچ تاز از راه اومده چطوری؟ ها هیچی هم نمیگه نمیترسه کلا این 750 تومن این ربات رو ما تازه آوردیم از دوست ازمون ایلان جون طرح انسانی بنویسی چیه اسم این شکلاته بله اسم شکلات خارجی هم بنویسی نستله به بسته بندیش چند میدیم؟ قشنگ نوشتم خدایش تسلط نداشتم خوب خیلی عالی می‌نویسید خب با اینکه تسلط به بسته بندیش من از 10 گید مثلا شاخ نیست نه میدونی آخه چیه خیلی تعریف ولنتاین یا کادویی داره من بهش 5 میدم تو بسته بندی شکلات اونقدر منو ترغیبم نمیکنه که تو 5 شیلا بافت
شکلش که اوکی بود، پارافینی بود. آره پارافینی بود خیلی. من شکلاتو دوست دارم آب بشه رو زمین وقتی میذاری. آره این دیر آب شد. دیر آب شو بود. پارافین داره خیلی. آره پارافین که نمیزنن تو چرا شکلات. پارافین خوراکی داره؟ آره. حالا من نمیدونم. آره. من به شکل بافت میدم 5. شکلش خوشگله. شکلش آقا بیا خوشگله. 5 ندیم. شکلش خوشگله. یه امتیازش بدم میان گیروزر زد 2 به 5. کستینوسش میده تینوسش میشه 6. مزه خوب بود. مزه رو دوست داشتم. تایلا حتما مزه رو 7 میدم. آره مزه‌ش منم دوست حالا داشتم. بگیریش اینجوری صفر بگیر بابته. ارزش خرید 600 دلار مفتش اینجا. خیلی خوبه میارزه واقعا. خدایش میارزه. یه بعد چرا میتونی باش ساکت کنی این شکلاتو بکنی خرجش. من یه فکری دیگه داشتم می‌کردم. نه ارزش خریدش 9. شاید ما هنوز ندیدیم بقیه شکلات چیه. منم آفرین پس منم 8 میدم. امتیاز نمیشه بعدن حساب میکنی. امتیاز نمیشه بعدن حساب میکنم پس سر نمیده. رفت اتوپایلوت بود. دنده اتوماتیک. ما خصوصیت شخصی داره. خب بازش میرم شیریه دیگه. همه شیریه دیگه. ندارم شیریه. خودت شیریه. میخوام به بحث بعدش قبل از باز شدن دقت کنم. شما بگید خیلی کام تو شیریه خوبه. آره بچه قیمت داریم 510 دلار 1.5 دلار 510 درام 1.5 اوکیه دلار مفته دیگه. مفته. امیدوارم که خوب باشه. بسته بندیش که یه نظرم بسته بندیش شد. اوه یه حاله چیزی نوشته حداقل اسم برنده نوشته. یه دقیقه این که نه کشیده روش. نسترلس بابا اون خیلی معروف داره اینه فکر کنم. مثلا اینجوری تومونش رو بکشم بالا خوشگل. من یه ذره ADHD میگن اینا چی میگن؟ نه مازوخیسم که نه اونه که همه داریم. نه بخور چیز نخور. نه هم شکل ما بافتش چرس نزدیم. چرس خیلی شیری تره اونه. اما مزه اینو بهتر دوست داشتم چون اون خیلی شیرین بود برام. این چی نشته هم تنین؟ خیلی میگم خیلی شیری تره. بچه تمام یه لیوان شیر دار با شکلات. تمام اینو بیشتر دوست داشتم. واقعا از پشت صحنه درخواست آب دارم. من فقط الان درخواست آب دارم. اگه تونستید ادیتور این چیزشه بذار که درخواست آب دارم چیه. درخواست آب دارم. من درخواست آب دارم. اگه تونستی واردات خانمی چادری کول که داری میگم من فقط درخواست آب دارم. خیلی به جایزه میدم. پول نداری من کی نه؟ آروم این چه وضع چیزه؟ این کلور داره چرا؟ اینو سبا گفتم تو آپشناش برو ببین از تو یخچال آب بیارید. بسته بندی آلپن گلد گفته آلپن گلد. خب ولی تو تنها چیز گلدی که داری تو این بسته بندی میبینی سر تهشه. آره و بقیه آبی. نه بسته بندیشو من 5 میدم. من آبی این حساب میده که الان اینو که باید بخورم به خنک شم. 4 میدم. آفرین. چقدر هماهنگ. خب شکل و بافت با قبلی هیچ فرقی برای من نداشت. مزهش بهتر بود برای من تخمی باد. ارزش خرید چند بود؟ 500 درام 500 درام بود. آره ارزش خرید 8. مثلا آدم بفرست اینو پرت کن سمتت. چرا آبی شکلات چرا به بعضش آبی باشه؟ من نمیفهمم. چیه این؟ آره چیه؟ و به نظرم خیلی سکسی تره. ریتر اسپورت؟ ریتر اسپورت برند آلمانیه. آلمانیه؟ بچه پایینش روسی نوشت. بله $3 1150 درام
اوکی. میدونین بچه‌ها با 1150 درام هم میتونن توی برگر بخورن. اما خیلی کت و کلفته. کت و کلفته. بگیر بابا. بگیر بابا. چرا من همش باز کنم؟ دم دستی دیگه. دست دم دستی هستی. بچه‌م چه اصراری هم دارم انقدر خوب بازش کنم. اینا رو نذاری یا برو. معطل میشن. خب باز شد. باز شد. 3 2 1. خب واه شب دکمه کی برده؟ پشمام اینجا میتونم زمین. سلام دوستان جان عزیز، من مظاهرم، خوش اومدید به برنامه ما. بخورش. خیلی خفن جدا شد. آره. فازش- نه همشون خوب جدا شد. بچه، اون کل گلدن. کول از بچگی شکلات مربع یاره خیلی ریتر اسپورت. او؟ بافتش هم سفته. اصلا سفته. دوستان ما سفت دوست داریم. پارفین دوست نداریم. من گازش میزنن چه سریع آف میشه. از صداهای ناهنجایی که در میاریم وای این خیلی خوشمزه بود. تلخ داره. کلا با شیرینی مشکل داریم ما یه مقداری. نه تلخ در نیست. چرا از نسله خیلی تلخ داره؟ یه کاری جالب کنیم آخرش. همه چه قطع کنی. آفرین همیشه با همیشه رکوب تو دهنمون بخوریم. آروم باش. شما مثلا آبش کنیم مثلا بخوریم. آبش به الماریش میتونیم بکنیم بخوریم. به ماهش کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آره اینوه. مالمالی میمونه بچه‌ها. میدونی مالمالی؟ پولم بهش میدیم اینا؟ ها؟ بچه‌ها من اگه می‌خواستم بنویسم عمرن میتونستم چون من دست خطم کلماتن که علم. آره. بسته بندیش 3 میدم خیلی بسته بندیش 2 میده. اتفاقا من دوست داشتم بسته بندشو. نه در نصف از سایزش من 6 میدم. شکل و بافتش شکلش خیلی خوب بود. آفرین. بافتش هم مدیوم بود من 6 میدم. مزش بد نبود. مزه‌شو دوست داشتم. میدم. پوینت هم میتونیم بدیم. پوینت نیم مثلا. حداقل کلده بالا پایین کن. تابلو رو بالا پایین کن. هیچ کاری صد با گفتم خوب باشه بگیدم چی تو دیگه پول نداری. چیزی که بهمون دادن. من 8 میدم. اسکور بردی تنظیم بازاره. ارزش خرید نه. گرون بود. نه 4 6 نه 1000 و چقدر بود؟ 1150 درام. 1150 دارم تقریبا نزدیک $3 $3 $3 600 از نزدیک 500 آی! خورده این این کتی منو میکنه ده میره. انگشتم به جای اینجوری تریک خود ببین بسته بندی که من اول این شکلاتی شیری سفید این منو میگه این یه شکلاتی شیری آره، خوش خوشگله. درصد شوگر نداره اشما نوازش آفرین چه هلزیه توراس تو راست میگوی حتما توراس 1900 نه 1890 توراس ببین بیا شما واه قیمتی این چقدره آقای پشت صحنه 990 990 آفرین $2.7 $1000 درام دیگه. اولا اینم فرمشه فرمش هم دوست چه خوب جداش تو اینا رو میشکنی حسی با حال داره آره جدی ساتیسفای اون قدی نمیشه اما که ساتیسفای خاطی چه این که گفت انگلیسی و کلاسی زبان انگلیسی هم براتون حس خوبی بهت میده کمی کش میده باید سوزم خشم دیگه اولش کمی کش داد دیدی قشنگ یه شطور داره تو آب گیر رو میره زنگ گاوه نمیخه لیستده گلوتنش هم فریه چه جاله گلوتن نداره. حساسیت دارن آفرین آفرین. چقدر هرس ولی جالبه چقدر شیرین بود با اینکه زده شیرین نبود اتفاقا چرا برای من خیلی شیرین بود نه ما چرا تست چشایمون اینقدر با هم فرق پیدا برای من کرد افتضاح شیرین که داره گلوما میزنه نه بابا نه بچا پالتا چه شای ما فکر کنم دارم از دست میدم پالت چشایی بعد مثلا دنگ شوی چشایی تا من دست هرچی فوش دوست دارید زیر کامنت ها برای این بنویسید بچا لایک شده دون نره صفحه اینستاگراممون هم حتما فالو کنید اینستاگراممون خیلی قویه چوسی اوه شما چند بهش میده بسته بندی عالی بود بسته من شاید خوب بود دوست داشتم هفت. آره بس- هفت.
از منم میگیره حد. شکل و بافت خوب بود. خوب بود. خدایش خوب بود. 7 هم از من میگیره. آره منم 7 بهش میدم. مزش بسیار شیرین بود که من دوست نداشتم من ازشو دوست داشتم و تم کشک میداد. 5 میگیره. من نسبت به قبلی یا نه 7. اسیر تنها. ارزش خرید عالی بود. چند 900 درم بود؟ 910 درم. این همچین چیزی با این هلسی بودنش هلسی بود نسبت به بالای هلسی 1000 بودنش درم. من بهش 8 میدم. بریم یه استراحتی ریزی بکنیم و بیایم. چجوری استراحت ریز میکنه؟ اینجوری. گفتی تاکسی میگیرم میام برم. آقا چرا همه شکلات اوه اکسلنس اکسترا فوندانت. فوندانت بعدم میاد. 2300 درام شیشونیم. چشی ماجا دارم دوستانی ماجا دارم. میخوریم بچه‌ها با این قیمت که بدونی چه جوریه با این قیمت بده یه پیتزای بزرگ میدن اینجا. بله 2360 2160 چند دلار؟ 6.5 $6.5. یعنی من نزدیک 1,100,000 1,200,000 میدونی که یه چیزی بهت بگم بسازی؟ ما مانیتایز نیستیم. خرج رو تمومی جیبمون میره. کارتا 100 بار گفتن از این عوامل بگیر. این عوامل ما بهشون بده کار. خیلی سکسی باز شد. آقا شما اگه میدونین تو کامنت ها جدا برام بنویسید چرا بسته بندی شکلات همش آبی رنگه؟ عجب فویلی داره. مثلا خود شیری یا ببین نه من آدم شیرین نیستم. بعد یه چیزی دیگه اون فویلش مثلا همون که رو گاز میشه. برندش روش زده. تو از تلاش میکنی بازش. نه می‌خواستم خیلی محترمانه بازش کنم دیدم نمیشه. این خوردگی داره. خوردگی داره. گلگیرش خورده. عجب بویی داره. و فوندانتیه دوست ندارم. من عجب چند ملایمه. خیلی بزرگه. اینقدر زیاده. هرچی میشه بوده بهتر میشه. من چسبه. نه. تو از اولش من این فاز داشتی من از خوش آمد. نه بافتش دستان نیستم. بچه میچسبه. خیلی میچسبه. خب بسته بندی خوبه. 8 به نظر بسته بندی منم 8 میدم. شکل و بافت عالی بود. نه 8 بازم. مزه فوق العاده بود. 9 ارزشی خرید اصلا نداره. خب ببین همچین کیفیتی آره هر چقدر پول بدی آش میخوره ولی من به خاطر اون بافتش هست من بهش 7 میدم از لحاظ ارزش خرید. خیلی صبح پا زود پا میشه محسود خیلی خوبه. من تو که 4 میدی که من خوابم. های این بسته بندیه دویچلندیه. آره دویچلند. اسمش چیه؟ شاختن نه اسکوتن شوتن 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 آلمانیه 1000 درام $3 تقریبا. جدی؟ شوتن آره خیلی بسته بندیش خیلی دوست دارم بسته بندیشا. اس هایزن سکوت. خفه شو بابا. کرم دارم بیریزم. این آقاشش اینجاست. پیداش کردم. خب تو که میخواست خودت باز کنی؟ نه آخه یهو دیدمش الان چشم خود بهت. وای این چند؟ او جدا بله شما بله برکنی نمیشکلی نمایی زنی یا والله چرا نمیدونم جمله تاثیر گذار کسی جداه چقدر قشنگ چقدر زیبا چه بوی خوبی هرچی داره میره جلوتر بهتر داره میشه خوشم آمد خیلی خوب بودین خیلی خوش اومد ببین آب شد تو دهنت الکی نموند من اینو میگم بچه‌ها شکلات بعدا وقتی تو دهنت آب شه بره تو جالبه همه اینا وای، بلا اساس هرچی گذشت بهتر شد این طعمش خیلی متفاوت بود دقیقاً بسته بندی 9 موافقم راحت الباز شو جدا شو چیه؟ چرا فارسی عربی کردی تو؟ شکل بافت عالی مزه 9
چه محل امتیاز میدم تو هم میدی. وایس آقا من 9.5 میدم. ارزشی خرید 9 واقعا 1000 درام خودش میارزی؟ میارز. یه دونشی که میخوردی قشنگ میساختی. بده من هد میزن. خیلی سیف بود. برو خود پوفیوزت بیار طرف اون برای پذیرایی. بچه ما باید اینجوری برم بیرون چون که علاوه دلایلی. خب شکلات بعدیش شکلات میلکاه. میلکا معروفه دیگه برنده خیلی دیگه معروف ترین اوه سلام شیرینشه. شلخه همینی میلکا. و بعدم این که دندت نه و این که یه مقداری آب شده و این تکست ظاهریش ما بعد رو حساب ذهنیتمون به میلکا نمره بدیم. آقا چیزی نیست تصورات ذهنی نداری فقط با فیلم. نه زرورق نداشتن خودش با اینکه میلکا یه برند خوبیه. اوه همین الان داره دوباره آب میشه. مگه هشتم چیه؟ بافی شکلات. اوه ببین اوه بچه مغزش سفیده توی سفید بود. خدا شکر صورته. همین الان تو دستم هم آب شدیم. وای میلکا کلا شکلات درستیه. وای درسته. چقدر عزیزم؟ 750 درام $2. 750 درام میارزه. 100%. اوه یوگرت ماست این بینش. بله. شوام گفتم یه ترشیه با مزه این نشون میده که زرم بخونیم روشه. سیگار میکشه. چیز بنزین من یه ربات سیگار میکشه. برقی میایم با دود کار میکنیم. دیزل چیه اومدش چی نگو بسته بندی که 9 میلکا همیشه بالا چون من عاشق رنگ بنفش و اینجور چیزا توش استفاده شده خیلی دوست دارم. شکل و بافت که اصلا 10 من بهش میدم. این 70 شد. شکل بافتا 10 میدیم. چون آب شده چه در نظر نگیر. نه من 9 میدم چون خیلی خاص نبود. 10 میدم چون میلکا من اینا آب نشده شده دیدم خیلی خفنه. میلکا داره میزنه رو دسته آلمانیه. مزه 10. بافتش هم چرا بالا میدم چون وقتی میذاری در سری آب میشه و طعم اصیله میده. من مزه اونو بیشتر دوست داشتم قبلیه. جدی؟ آره من 9 میدم. منم 9 میدم. ارزش خرید 10. واقعا میلکا میارزه. خیلی خوشمزه است. من که ماست وسط تو مخیلت بعد بگو شکلاتی داریم می‌خوری که وسطش ماسته و خیلی خوشمزه است. بله. سه تا آیتم دیگه هست. سه تا آیتم دیگه بیاد. ای شکلات روسیه ای خانومه بچه. شکلات مادره؟ نه این بچه ایست. آخه عکس بیسکویت مادر. آلیونکا 680 درام. جدی چه مفت. کمتر از $2. من اینو چه می‌دونم پاپا این چه بازی گوشی بسته بندیش جالبه. اوه میلکا یاد بگیر. حتی بسته بندی به میلکا زیاد دادم چون زر ورق نداشت. همین الان اون شکلاتی رگولار همه طرفدارش هست. اکونومیه. خب اینم قیمتش اما این خیلی بهتره. تمامش هم بذار دیدن رنگشون که نه از لحاظ تکسچر اینا باید باشه نیست. اسم میکنم هم کشک یه چیز بدم بهت بخوری عشق کنی. یه چیز میخوره پشمام. چیز میخوره؟ نه طعمش هم دوست ندارم. آخر طعمشی تنبیاری میداد تو درنم دوست نداشتم. بسته بندیش بچه ها واقعا بسته بندی خوب و جذابی بود. بسته بندیش 9 میگیره از من. شکل و بافتش خوب بود. اینا آره منم با 8 موافقم. مزدش اصلا دوست نداشتم. من 8 میدم. ارزشی خرید چند؟ 800 درام. 600 درام. 600 ارزش خرید پرکس که شکلات 5
600 تومن به این خوبی بود. من 5 دوست نداشتم. خب چه ربطی داشت من ازش؟ برای اینکه بخوام 600 بگم چیز دیگه انتخاب دیگه دارم. اوکی. منطقی بود. اما 7 من داشت. از اون وریه بابا چرا شکوله باگ داره؟ 100 بار بهت گفتم این اینترنت خونه را سرعتی خوب بسون که اینا رو بزنیم تو آپدیت چه صدا خوبی میده. یکیش فقط یکیشو با احترام آوردی اینا. اون جرون بود دیگه 2000 خورده بود. اما این بس من خیلی خوشگلی داره. اسمش گرند کندی شکلات فروش مشهوره. ارمنستانیه باری کلا. اما بسته بندی شد دوست داشتم. آفری جا باز شدنشه ببین. بله. دست افتخار ارمنستان. جدی؟ با این بسته بندی عالیه باری کلا. از روسیه الان رد میشه. خیلی ببینید دوستان 100 دوستان. آقای کاش اینو من باز کرده بودم. خیلی دوست داشتم. بیا تازه. واو چه باری کلا آفرین واقعا عشق کردم واقعا سطحی وای شدم من ککنه بازش کن دیگه. آخه خیلی میخوام به ضربه‌ای نزنم. از زمان صفویه آفرین گره که با دندون ما میشه که با دست ما نمیکنه که. آفرین. اوه شبیست بابا ترکونده داری شبیه سوئیسی هست. اگه طعمت خوب باشه برنده ای. آفرین تا الان همه نمراتت بالاه. آره خیلی راحت جدا شد. بو خوبی هم میده بو خوبی میده بابا من کشک میده. نه پاراف بافتیم فوندان چه اینقدر زیاد دوست ندارم. کوچه های شهر پر گرده. این برنامه بگو به جارو شارژیمون ندیده بودی. این باری کرده تو هم 100%. من شکل باف 8 8 مزه 7 مزه خیلی وقتیش گفتین چقدر؟ 600 درم؟ عالیه ارزش خرید. 680 عالیه نو آره به چای شکلات خوردم الان فورانی مستی شکر گرفتم. فورانی مستی شکر. بچه ها رسیدیم به شکلات آخر و یکی از برندهای خیلی معروف آوردیمش تخت طلا نشوندیمش. شکلات پیستونو از برند آقای مستر بیست. من این شکلات که همشون آبیه یه روز رازش میفهمم چرا اینا همشون آبیه. از چت جی پی تی بپرسین. چت جی پی تی تو میخوای بپرسی یا من بپرسم؟ خب خیلی چت جی پی تی دوست دارم. بگو. سلام عزیزم خوبی؟ صحبت بخیر. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you? چرا فارسی با من حرف نمیزنی؟ خب چش؟ خوبی؟ چه خبر؟ قربونت برم عزیزم فدات شم. شما خوبی؟ سلامتی؟ سلام عزیزم قربونت برم شبت بخیر. کدوم آکه سلامتی باشه. من خوبم. تو خوبی؟ قربونت برم عزیزم. من یه سوال ازتون داشتم ببخشید مزاحم موقعاتتون شدم. خواهش میکنم چی شده؟ این شکلات ما خیلی نمیخوریم برای تو بمونم. شکلات کاکائو مختلف. خب شکلات شیریه. خب نکن تو رو خدای تو قند دلم آب میشه. آره خیلی قشنگ بود ویدیوش کسیش در میاد. آره ویدیوش خیلی قشنگ. این بچه سوالی برام مطرح شده چرا بس من همه این شکلات آبیه؟ فکر کردی؟ میذارم ببینم یه ثانیه. داری میبینی؟ ببین خب نگاه آره کجا میذاری ببینی؟ نه اگه که خب میذارم برات ببینم. نه که تو ویدیوها ببینی به خاطر حرارت رو اگه آره نه ببین گوش کن عزیزم. اصلا قربون شکلت برم الهی. بسته بندی هاشون چرا آبیه؟ قدر نک بسته حتما نفه
آها چی شده؟ هیچی عزیزم میدونم چرا بسته بندی یه شکلات وسطش که آبی نیست بسته بندی یه شکلات چرا آبیه؟ منظورت اینه که چرا ویدیو رو که نگاه میکنی آبو تو خرید؟ آبو تو گاوی؟ چیزی؟ تو میخواری اونجوری نیست نه یه لحظه گوش کن یه لحظه باید نه یه لحظه برای حرف من گوش کن نه تو جونی من تو صاحب کن تو رو خدا تو صاحب کن یه لحظه صاحب کن یه لحظه صاحب کن ما یه سری شکلات خریدیم خب یه شکلات خریدیم یه سری شکلات خریدیم خب بسته بندی هاشون آبی رنگه همشون اکثرشون خب مثل میلکا مثل گران کندی مثل چیزای دیگه من میخوام ببینم که چرا اینا بسته بندیشون آبیه شکلات شیری هم هستن ما گرفتیم خب باشه بذار بریم درت الان فهمیدم منظور تو اینه که چرا خیلی از شکلات‌های شیری که می‌خریم مثل میلکا یا بنده دیگه پکیجینگشون آبیه آره آفرین این بسته‌بندی آبی صرفاً بله معمولا اون بسته‌بندی آبیه صرفاً یک انتخاب مارکتینگه مثلا برندها رنگ آبی یا فیروزه‌ای رو انتخاب میکنن که یه حس لطافت یا شیرینی و تازگی رو منتقل بکنن یا مثلا لطافت ازش برای شکلات تلخ آره دقیقا بعضی برند هم هستن که مثلا برای شکلات تلخ از رنگای تیره مثل مشکی و قهوه‌ای مرسی عزیزم شبت بخیر خیلی زحمت کشیدی قربونت برم ان شاءالله شب یا در خدمتت باشی فقط بشم من همیشه اینجا دورت بگردم ماتابوسا زیر بغل ماتابوس زیر بغل بله خوش خدا بریم سراغ شکلات آخره جمع آخر نباشه سلامتی خم نه دوست دارم با جمع پکیجینگ افتضاح بچه ماله داری به فر باز بکن هلی کی پول برند چنده این؟ 1500 درام 1500 درام اما بوش خیلی جدی خوبه برام میکنم تو رو خدا دوره خب از آمریکا میاد دوره خیلی بافتشه فکر کنم تو خیلی دوست داشته باشید مثل میلکامونه بافتش نه هیچ ربطی به میلکا نداره قیافه میشه اسکن خوار مادر 400 درام رفت بود؟ آره من رو کمرم میدونی که حساس هم یه گوشش عجب راست میگه گاهی وقتی که میخوای اذیتش کنی اینجوری میکشی رو کمرش 6 متر میپرد بالا بسته بندی 4 شکل و بافتش بد نبود 7 مزدش بد نبود همون 8 بهش میدم هم 7 بهش میدم ارزش خرید 1 2 این هم شو حالتون مال آقای مستر بیست نایس موخ شد کاش دو اینجوری نمیدادی من 3 بهش میدم گناه داره بالاخره تو یوتیوب میبینه زشت است بالاخره ما هم کاریم یه جوره باریکالله نونی همه میده بهتره به هم نون بده تا خب بریم بررسی کنیم ببینیم کدوم قهرمان شد و چه شکلی شد امتیازشون وای خیلی بودش من توف امتیاز اول برای شکلات نستل 6.5 شد امتیاز دوم 6.1 برای آلپنگولد برای ریترسور چشا؟ ریترسور خب امتیاز 58 توراسه توراس میگوی نه تراس میگوی توراس 7.1 لیندت هم 7.2 گرفت اشکوتزاردی آلمان شکوتن شکوتن 9 گرفت میلکا 9.3 اولیکان امتیاز 7.2 گرفت بی نظیر ظاهر شد به نظرم جو شگفتی مسابقات میتونم بگم بود بله 8.7 و شکلات بسیار عالیه مستر بیست 5 گرفت گوت شکلات های ما یه ذره بیار بالا آقای تابلویی شکلات میلکا برند دوم میشه برند اشکوزاغات شکلاتن و برند سوم میشه برند ارمنی گران کندی
آره کلا بزن از و قشنگ با اختلاف خیلی زیاد شکلات مستر بیست بدترین شکلات تو بازار شکلات تو بازار نخرین اصلا اصلا به خاطر ارزش نداره. قیمتشه بچه‌ها وگرنه مثلا قیمتش 300 400 درام اینا بود چی الان؟ این مال اینه این مال ویتسه بیارزی. نمیخوام. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده بوده باشید ما امیدواریم که بعد از این بخورهای ما آگاهانه بخرید و بخورید. هواپیما فانتوم پویستن آگاهانه بخرید و بخورید. قشنگ بود. آگاهانه بخرید و بخورید. تو آگاهی کامل پس بخورید شکلات اونم مختلف باگ داده برای این ریستش کنید. 2 دقیقه دیگه اسپانسر میپرید خداحافظ.